ساده ترین آموزش نگهداری این جاروهای ایستاده پورتاب. بعد هر نیم ساعت استفاده از این جاروها یه 5 الی 10 دقیقه بهش استراحت بده تا موتورش داغ نکنه و باعث خرابی دستگاه نشه. مخزن زباله جارو رو مثل این خرکش پر نکن، چون باعث میشه مکش جارو برقی کم بشه، به موتور فشار بیاد و داغ شه و باعث خرابی موتور شه. 70% مخزن که پر شد خالیش کن. فیلتر هپای این جاروها رو ماهی 3-4 بار تمیز کنید. اگه مثل این قابل شستشو بود، اول با مسواک کامل تمیزش کنید، بعد بشورین و خشکش کنید، بعد استفاده کنید. خیس خیس استفاده نکنین. و اگه فیلتر غیر قابل شستشو بود، چند بار بزنید زمین، با مسواک تمیزش کنید. پاروی جارو رو هر چند وقت یک بار چکش کن تا آشغالی تو این ورودیش گیر نکرده باشه. اگه مثل این آشغالی داخل ورودیش گیر کرده بود، با یه سیم به راحتی درش بیار تا مکش جارو برقیت مثل روز اول شه. 3 تا نکته خیلی مهم دیگه هم تو کپشن گفتم، حتما مطالعه کن. این پست آموزشی رو برای دوستت که از این جاروها داره حتما بفرست که مطمئنم خیلی به دردش میخوره. قیمت این جارو رو میخوای؟ عدد 63 رو کامنت کن تا قیمتش خودکار برات ارسال شه.